برداشته شدگی است. یکی از آدم خواب، من یه آدم در حالت خوابش دید که عرق خورده ایستاده، یا در خوابش دید که یه زنقت زنا دارد، یا در خوابش دید که زنش 100 طلاق کرده یا 3 طلاق کرده، اینها هیچ حساب نمیشوند، برای نه گناهگار میشن نه زنش طلاق میشوند. دویم رسول اکرم گفتند از کودک نابالغ قلم تکلیف برداشته شدگی تا بالغ شدن شه، یعنی سن بلوغ مذهب ما در آخرش 15 سالگی است و الا 12 است، مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه. اگر رفت در 10 سالگیش احتلام شود یا موی زیر نافش براد، بالغ است او. تا همون وقت هر کاری هم که کند براش خدا عذابش نمی کند، براش خدا پگویی نمی پرسد. اما بعد از بلوغ، وقتی که شب احتلامی شد بار اول، اعظم العذاب او بالغ حساب است. یا موی زیر نافش پیدا شد، از اون لحظه او بالغ حساب است. این جانب تا روز مرگش هر روز عمرش جواب میتید، هر ساعت عمرش جواب میتید، هر منوت عمرش جواب میتید، از روز بلوغ تا روز مرگ. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. سوم حضرت گفتند و عن المجنون حتی یفیق. از دیوانه هم تا هوشیار نشود قلم تکلیف از بالای او برداشته شدگی است. بنابراین در حالت دیوانگی هر چی هم گوید، هر حقارت هم کند، هر کلمه کفر هم گوید، حتی اگر زنش طلاق هم کند، زن داشته باشد طلاق نمی شود. نه حکم شرعی بالای او جاری نمی شود. باید نه نماز فرض است، نه روزه فرض است، نه دیگر احکامات شرعی. بابا جان بعد از نماز آیت الکرسی میخوانند، این را به ما فهمانید آیا درست است یا نه؟ آره برادر عزیز، خواندن آیت الکرسی بعد از نماز درست است. این فعل رسول اکرم است، پیغمبر خدا خوشم برای ما تعلیم دادند که من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبة لا یمنعه من دخول الجنة الا ان یموت. حضرت علی روایت میکنند هر کسی بعد از نمازهای فرض آیت الکرسی را خواند، خداوند از در آمدن بهشت او را چیز باز نمی دارد مگر مرگ. ببینه کسی این ورد کند، آیت الکرسی را خواندن شه بعد هر نماز تا آمدن مرگش، با این حدیث رسول اکرم او بهشتی است. این حدیث نسائی هم روایت کرده، ترمذی هم. خوب حدیث های دیگری هم هست. به هر حال بعد از نماز شما اختیار داره، فرض که خوانده میشینی تسبیحاتان میگویی، 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر، 1 بار لا اله الا الله وحده لا شریک له. بعد آیت الکرسی رو میخوانه، بعد از آن دعا میکنه، میخیزه، بس سنتاتان میخوانه. یا اختیار داره که بعد از فرض سنتاتان میخوانه، مثل که ما میخوانیم. علی قاری هم اجازت دادگی هستند، در سنتا رو میخوانه، آخر نماز که شد میشینه، تسبیح ها رو میگه، آیت الکرسی رو میخوانه. فرق نداره خب اول آیت الکرسی خوانه بعد تسبیح ها رو گویه، یا اول تسبیح ها رو گویه بعد آیت الکرسی رو خوانه. ثانی بعد دعا کرده خسته رفتن میگه بسیار ثواب میگیری. میشم آیت الکرسی بهترین آیه قرآن است. رسول اکرم باره حضرت ابی بن کعب پرسیدن که آیا میدانی که بهترین با فضیلت ترین آیه قرآن کدام است؟ حضرت ابی بن کعب گفتن الله لا اله الا هو الحی القیوم. حضرت دست مبارک در شانشان زدن، گفتن مبارک باد به تو علم، گفتن خوب دانستی، گفتن بنابرای خواندن این فایده های زیادی دارد. عزیزان من، شما اگر بعد هر نماز آیت الکرسی رو خوانه، انشاءالله جن ها به شما زیان نمیرسانند. اگر خانه‌تان در آمده وقتی خواب روی آیت الکرسی خوانه، هیچگاه جن ها به شما زیان نمیرسانند. این بسیار فایده دارد. در این اگر بیادون باشد سالهای گذشته من 1 ساعت فقط در فضیلت آیت الکرسی و ترجمه و تفسیر او صحبت داشتم. چند نوار فرسار پرسه تفسیر و ترجمه آیت الکرسی رو به شما میتیم، فضیلتاش هم بشه اونجا من گفتگی هستم. بابایشان من از ناحیه خوالینگم، التماس سوال من ده جواب تید. نام منم میکائیل گذاشتیند.
میرکائیل یا میرکامیل که خوانده نمیتونم. بنابراین بچهای عزیز خواهش میکنم شما مکتب دو نقص خوانید. این که از برادر خطش خوانده نمیتونم. آخر لااقل خط نویسی رو خوب یادگیری مشق کنید، با سواد و با معرفت شوید. من خطاتون خوانده نمیتونیم با آزار میابید تامچم. اگر میکائیل باشد، نام میکائیل درست است، زیرا که معناش بنده خدا گفته گپ است. حضرت جبرئیل و میکائیل از جمله ملائکه های مقربند، بنابراین او رو تغییر دادنش هیچ حاجت نیست، معناش بنده خدا، بنابراین درست است، او رو تغییر نمیتیم ما. اما بهترین این نامی که من میخوام برای شما گویم، پیغمبر خدا اونو برای ما تعلیم دادن و حتی تشویق کردن که فرزنداتان این نام گذاره چی است؟ عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالقهار، عبداللطیف، عبدالودود، عبدالواجد، اسماء الله. بعد از اون نامهایی که هم مشتق از مصدر حمد باشد، محمد جان، احمد جان، محمود جان، این نامها رو برگذاشت. خوب، لیکن معناش درست است با که ندارد که گذاشته زران نداره بچم. اگر میرکائیل باشد، میرکائیلش نه، میرکائیلش درست نیست، زیرا که این معنا نداره. میرکائیل خیلی میرکامل باشه، میرکامل باشه اینش هم یه معنا دارد. یکان کامل میر گذاشته بوده خیلی حمام میاوی میشی، تا هم یکی در خوانین میر میشی، بیشتر خوانین ده میری خوانین بودخی. بچی خوب، خدا نصیب کنه. بابایشان: من یک مادری 6 فرزند هستم و یک شوهر دارم. مردی می باشد که خدا به خبر، نه نماز میخواند و نه روزه، نه کودکاش نگاه میکند و بالای این 6 ماه می شود که باز زن گرفته برآمده رفته است. بابا جان چه کار کنم؟ گشته آمد، با او زندگی کنم یا نه؟ در حق فرزندان من دعایی میکنه. خداوند این خواهر امرا با فرزنداش سلامت دارد و رزقاشان فراخ کن و فرزنداش فرزندای بناموس و جوان مرد خوب بوای و کمال رسان، مثل پدرشان بارین فاسق و بدبخت و بی غیرت و بی ناموس نکند. خوب کن برای نماز نخواندنش و برای روزه نگرفتنش مادر امروز شما شکایت نکنه، زیرا که اکثر مردم تاجیکستان ما نماز نمیخوانند، روزه نمیگیرند، اگرچه دعوای مسلمانی میکنند لیکن نماز روزه براشم نیست. شما شوهرتان پرسی اگر به نماز باور داشته باشد، به احکام اسلام عقیده داشته باشد، زندگی کنید، زندگیتان درست است. اگر گشته بیاد با او زندگی کن. اما اگر به نماز باور نداشته باشد، گوید که برای من مسلمانی چی در کار است، اون صورت او کافر است، نکاح شما اصلا با او درست شدگی نیست، بنابر که آمد او رو شما قبول نکنه. خواهر اول مسلمان شود، بعد از آن نکاح از نو کنید، قدیش زندگی کنید. لیکن گوید که نه الحمدلله من مسلمان و همیشه باور دارم، یا روز انشاءالله نماز میخوانم، اون صورت زندگی کردن گیرید. به خاطر 6 فرزند منم خواهشم از شما این است که زندگی کنید خواهر عزیز. لیکن فهم مانیدش ملایم شاید در روز خدا توفیقش میتید و نماز خوان میشود. خوب که نماز خوان نشد، او فردا در دوزخ میسوزد، شما خدا خیر به اشتباه یک مردی خوب صالح میگیرید. خدا خیر عزیز در اونجا جدا میشه و خلاص میشیم. بابایشان: اگر کسی گفت که من از اسلام بیزارم، من اسلام را نمیدانم، چی میشود؟ او کافر میشود. کسی که گفت من از اسلام بیزارم، من مسلمانی را نمیدانم، او کافر است، زیرا تمام فتواها دا میگوید و من لا یرضا بالایمان فهو کافرون. رد المختار دم عالمگیری دم، کسی که راضی به اسلام نباشد او کافر است. رسول اکرم دن ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا. بعد این کلمه های شوخی نیست. حال بعضی منصبدارهای ما اندک منصب او چسکوای شده است یا یک مفتش آنچنان که بعد از حد میگذراند که این کلمه ها رو میگن، حالا که او مسلمان، او به نکاح مسلمانی زن گرفته است، او مورد جنازش میکنن، خودش در یک لحظه کافر میکنند. این در تمام فتواها کسی گوید که من مسلمانی رو نمیدانم،
یا من از مسلمانی شما بیزارم و کافر است. او تا از نو کلمه عرضه کرده تجدید ایمان نکند، نکاح نکند، زندگیش با همسرش حرام است. اگر با همون عقیده مراد او جنازش درست نیست. تمام فتواها این است. خب ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمی دارد. او یک خدای بزرگوار است که نه ناز و شوخی مفتش می بردارد، نه حاکم می بردارد، نه پرزیدنت می بردارد، نه ملا و نه ایشانه. این گپا رو در پیشگاه با عظمت خدا قدرت و تواناییش ببینه. یپانیا رو چی تو کرد؟ در یک چشمک زدن بایترین دولت دنیا را به قشاقترین دولت دنیا مبدلش کرد. و این کلمه ها شوخی ندارد. هرچی شوخی دارد احکام دین و ایمان شوخی ندارد. السلام علیکم بابایشان، من طالب علم باشم، اهل عائله‌مون مرا به چلیاسین رفتن نمیمونند. خصوصا پدر و مادرم میگوید که یاسین زیانی بیمار به تو بر این جوان تاثیر میکند. بابا جان من چلیاسین روم یا نروم؟ نه نرو. وقتی که پدر و مادر راضی نیست نرو بشم. زیرا اطاعت پدر و مادر بر دوش فرزند بالاتر است از چلیاسین رفتن. چلیاسین نه سنت است و نه واجب است نه چی. خوب اگر غیر شما دیگر کس باشه میره میخواند، لیکن اگر پدر و مادر اجازت دید ضرر نداره. رو یا برادری مسلمان سوری الحمد بالاش خان کف کن ثواب میگیری انشالله. لیکن برای چلیاسین پول گرفتن، پول اول قرار کنی بخوانی سوره حرام بستین و پولش. بابا جان لباس را شویند پی آب منی در آن مانده باشد، آن لباس نمازی می شود یا نه؟ یعنی آب منی است یا خون است یا خوب نجاست است در لباس رسید، او رو شوشتیم 3 بار تازه، اما داغش مون. این کس یکم بچی خردسال پی گفته این داغش مون، اثرش مون، نمازی می شود لباس یا نه؟ آره می شود، زیرا باقی موندن داغ یا اثر ضرر ندارد. و این بقی اثر یشق زواله بالماء، مختصر در اکثر بچه ها خواندگی هستند. یا من لباس تانده خون رسید، البته خونم تا به آینده تر نکنین نمی رود، شویتون داغش موند ضرر ندارد و این لباس نمازی می شود. درست نماز خانم بگو.